جونت حاجی بازم کوفته من که دل درد ساندم مردم از بس کوفته کردم تو دلم درخت کوفته سبز شد چقدر کوفته بخورم لام از سبز چقدر خیلی دلت بخواد چه عیبی دارد کوفته به این خوبی از اول برج من کوفته دادی دیگه دیگه پایین نمیرم جون من شب جمعه اوقات تو تلخ نکن گفتم نمیخورم که چه پام درد میکنه دلم داره ضعف میره حاجی ریشاتو چرا نزده جون من میرم بخور خیلی خوشمزه ماشاءالله چه درشتم هست البته پرپات هم میگم جون چه گنده است نوش جونت چه کنم باز نمیشه این کوفته دارد و من قایم مشک بازی میکند که کوفته شد تو پیش شربنل است به درد زمان جنگ بیشتر میخورد بفهمی نفهمی یا یه خورده سیف شد سیف که چه عرض کنم مثل سنگ است ماشاءالله الان گردت همه به رخت میکشم با من مبارزه میگنی دندنم به دور پدر کوفته چه شده میگه گناه دارد برای که خدا چی است نزنی تو سرم نزنی انگار صدای جیبه یا ملکه بود چی بود؟ ده مثل اینکه کوفته برنجیه چی؟ بازی کار بیش چیهش پیدرتی در میرم بعد نشد خدا رسوند آجی نفته سریم شبمون چه کوفته سفتیه الونه آب جاب لنبوش میکنم پیدرشو در میرم این دیگه چجور کوفته بابا نکنه توپ فوتبال بچه هاست از تو کوچه افتاده نه بابا من که برنجو لپه رو نمیبینی توش داره چشمک راست میگه لپه داره این کوفته است منتهی خود آهک زیاد شده بعد چکل شمایل در اومده ساتوره بده من خوانده داشت تا ساتوریش اونجا زیر رخت خواب منه هنوز ساتوره بذاری زیر سرت خوانده داشت دور نامردیه داداش دستم تو کاره الان یک کوفته میسازم که حلیم نرمتر بشه چه باعث پیدا سکسا لیس میخوره عجب کوفته ناتویه این کوفته واسه کره ما خوبه داداش ما نخواستیمش حالا شما اینو میبینی اینم میبینی حالا دیگه نمیبینی جانم جان عجب جای خورده اک به اکدار رسید درست لیلت بکند حجی اینجوری از آدم تشکر میکنه با این لگن باسرم شکست باسرد اونجاست لگن خاطرد اونجاست زمین مرده گلت بوم صدای چیه؟ چی شده؟ من که شکمم سیره نمیدونم چی شده؟ فهمیدم از آسمانه یا شاید از ماهواره است از آپولو برای اومای داره مهمان میاد به نظر چی شده؟ این چیه؟ جالی جان بوم ساعتی انداختن میخوان منزل ما رو منفجر بکنن چه سیاه شهره من آب شد نترس بابا تو داری منو بدتر میترسنی تو دو سه دفعه با من نترس بود همه اینو بگیرم الان میگیرم معلوم میشه صبر بکن خدای من میترسم نترس جانم بده من بگیرم این کوفته است از کجا اومده اینجا؟ بوی اسفناج و شنبلیلی میده به نظرم از ایرلند شمالی آمده جالی جان اینی که شاعر میفرماید هر اون کس که دندن دهد کوفته را هم دهد این است بفرما بینشین کوفته را مهمان منی عجب کوفته باحالی هم هست این برای تقویت اعصاب خوبه چون از غیب رسیده برای ما حالا بنده با اجازه شما با این تیغ سلمانی ریشنت رشیدی میفتم با جانش نیسمش میکنم بعدم میخوریم راحت آسوده بفرما نیت کن جانم از وسطم نیسمش میکنم او کوفتشم کورچه تخمر گذشته نگاه کن باقی داباد شنگوری چی آوردی تخم مرغ شتو بخور باقی